با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است و امروز سبت پنجمی برنامه کتابخانه است. در برنامه یک مهمان داریم که خیلی یک جوان سرحرکت، سرتلاش و نفری که چونه که ما میگویم همیشه به یک جوان 40 هنر کم است در برنامه حضور دارند. محمد به برنامه خوش آمدید. به بیننده برنامه معرفی کنید خودتان را که کی هستید، چی کار میکنید و به چی کارهای مشغول هستید. درود بر شما برادر دلیر گرامی. اول شما را به پخش پنجمین برنامه خودتان تبریک میگم. تشکر. حالا میتونم با اعتماد به نفس بگم که شما نیمی راه را آمدید، یعنی در آینده میشود این کار شما را به عنوان یکی از عوامل بیداری ملت هم یاد کرد. چون کارش رو من این کار شما رو قبلا نظیرش رو ندیدم، یعنی هیچ جای ندیدم. و من حالا از خودم یک دو حرف بزنم. محمد علی استم هستم و نخستین فعالیت کاریم را در حوزه گردشگری در سال 2013 شروع کردم و تا حال میشود گفت مترجم هستم، راه بلد هستم. اما از سال 2020 به عنوان معلم موسیقی در یکی از مکتب‌های بین المللی کار میکنم و همچنین مسئول تنظیم صدا و معلم دورنمای جهانی هم هستم. غیر از این کارهای دیگر هم انجام میدیم چون دیگر زندگی است. نه محمد، با سیاحی و توریسم یعنی همون گردشگری مشغول هستید، در سمت موسیقی تخصص دارید، اقتصاد رو هم آموختید، یعنی دانشگاه خوندید، دیپلم گرفتید، با آموزگاری هم مشغول هستید و رمان هم می نویسید، یعنی داستان‌های کوتاه هم می نویسید. به فکر شما در عصر امروز رسیدن به همه این کارها مشکل نیست یا فکر میکنید که تقاضای این عصر چنین است؟ میتونم بگم که هم این است و هم اون، یعنی کلا تقاضای این قرن همین است که شما باید چندین هنر داشته باشید، هنرهای فراوان داشته باشید. اصلا داشتن هنری فراوان همیشه به درد شما میخورد. یعنی حالا یک تفکری میشود گفت چندان نامناسب در جامعه ما ریشه دوانده است که فکر میکنن که یک نفر که چند چیز بلد است اون یک مثلا به اصطلاح میگن خالای همه کارش نیم کاره. بله. اما من کاملا ضد این اندیشه هستم. چرا؟ دلیلش این هستش که مثلا شما اگر به زندگی نامه گذشتگان ما رجوع بکنید حتما میبینید که اونها مثلا چندین هنر بلد بودن. مثلا حالا فرض بکنید ابو علی ابن سینا، ایشون فیلسوف بودند، مثلا پزشک بودند، حتی شعر هم می نوشتند و چندین کارهای دیگر انجام میدن. خب هر کسی که نمونه بیاورید و این در دنیای غرب هم خیلی هم معمول است و رایج است که یک نفر سعی میکند همیشه به چندین کار دست بزنه. و چیزی که باید اینجا تاکید بکنم، یک چیز مهم دیگر این است که برای یک هنر رو به طور کامل آموختن شما باید چندین چیزهای دیگر رو باید از خود کنید. حداقل در یک سطح تا جایی باید از اونها آگاهی داشته باشید. حالا اگر شما فیلسوف بشید باید شما حتما چی باشید؟ زبانشناس هم زبانشناس هم باشید. نه مثلا شما اگر اهل موسیقی باشید، موسیقی دان باشید، شما حتما از شعر و از هنر تئاتر و از هنرهای مختلفی که میگن هنرهای زیبا باید آگاه باشید. بنابراین نظر من این استش که باید هر انسان به چندین هنر دست بزند و همیشه در پویا باشد، جویا باشد و هرگز دست از مطالعه بر ندارد. راجع به اون یک هنری، یک تخصصی که با اون کار میکنید، گردشگری اگر حرف بزنیم، بسیار وقت شنیدیم که تاجیکستان کشوری زیبا است و آفتاب روی است و جایهای زیبا دارد. بعد از اینجا بگیم که اصلی ترین عامل مشکلی برای گردشگری چی است؟ فقط از نگاه خودتون که تجربه کردید، رفتید و گشتید، با مهمانهای خارجی هم زیاد سر و کار داشتید، چی است در ما چی نمیرسد که ما این رو زیاد رشد بدیم و تبلیغ شود این در وهله اول باید بگویم که در واقع تاجیکستان یکی از حالا این امور حدودی 5-10 سال پیش انتشار یافته بود در کدام مجله حالا یادم نیست، یک از 10 کشور است که به اونجا شماره گردشگران خیلی زیاد می آیند، یعنی نسبتاً. نه و در تاجیکستان یک دسته مشکلاتی هست که برای گردشگری، برای رشد گردشگری باید به آنها رسیدگی شود. مهمترین آنها
ایجاد هتل یا به اصطلاح گستینیسه های بیشتر است. بله چون گردشگر وقتی میخواد از کشورش بیرون شود میخواد به یک جای برود که فقط نه تنها زیبایی را ببیند حتی استراحت هم داشته باشد. نه یعنی وقتی میراد به کوه وقتی بازگشت میخواد در یک اتاقی راحت و در یک بستر خیلی نرم خواب برود. نه و در کشورهای غربی اکثرا چون دیگر اونها خیلی پیشرفته هستن دوست دارن در هتل های 5 ستاره اقامت داشته باشن، چیزی که در کشور ما خیلی کمتر دیده میشه. مثلا ما در شهر پنجکد که یکی از 5 شهری کلانترین تاجیکستان است هتل 5 ستاره نداریم. حتی در سوغد هم، یعنی در منظورم خوجند است، بله یعنی در خوجند که دومین بزرگترین شهری تاجیکستان است ما هتل 5 ستاره نداریم. در همین دوشنبه هم میشه با انگشتان دست حساب کرد حدودی 5-6 تا است، همونایی که من میدونم حد اکثر 5 تا است به نظرم. بله بنابراین این یکی از اصلی ترین مشکلاتی هست که از آمدن توریست‌ها به تاجیکستان یا گردشگرها یک نوع پیشگیری میکنه، یعنی یک نوع مانع ایجاد میکنه. و با نواحی دوردست هم که سفر میکنید مثلا به انگلیسی میگن گست هاوس، یعنی شما در یک خونه یا که در یک جایی که برای مهمان است در اونجا ما معمولا میستیم شب خواب میرویم با گردشگرها. در یک سطح بسیار پایین قرار دارد. مثلا دوش یا مثلا حالا بگیم جای دستشویی یا که دیگر چیزهاش در سطح بالا نیست، در اون حد نیست که حداقل روی اونها حساب کرد و یعنی اعتماد کرد. و گردشگر به این چیزها خیلی زیاد توجه میکنند، به ویژه به پاکیزگی دستشویی بسیار توجه میکنند. اما فکر کنم که تفکری جامعه ما تا اون حد پیشرفت نکرده است که به این چیزها توجه بکنن، توجه جدی داشته باشن. ببینید اکثر وقتی که از خارجا مهمون میاد، وقتی که از اونها شما یک مصاحبه بگیرید، یک صحبت میکنید، همیشه تعریف میکنن. من ندیدم سیاحی که یک کشور رو تنقید کرده باشد. این واقعیت است یا که در صحبت خصوصی که شما در اون کوه میگردید همراهشون چیزهای دیگر هم میگن از برداشت‌هایشون؟ نه حالا صادقانه بگم البته یعنی جنبه‌های منفی خیلی از دهان اونها خیلی زیاد میشنوم، چیزهایی که به اصلاح نیاز دارد. یعنی منظورم این استش که نه اون چیزهایی هستش که به طور طبیعی در تاجیکستان وجود دارد، چیزهایی که باید اصلاح شود. از این منظر اونها بیشتر ارزیابی میکنن و میگن که همین چیزها باید اصلاح کرده شود. باید همون چیزی که دستشویی که اشاره کردم بیشتر تاکید چون روی همین است، دستشویی و حموم همین جا و غذا. و اکثر حدودی 70-80% گردشگرایی که به تاجیکستان به مدتی بیش از 10 روز میمونن معمولا مسمومیت غذا میگیرن. یعنی حتما یک روز نه یک روز به قول ما تاجیکا شکم درد میشن. دلیلش البته میشد از یک منظر گفت که باد و هوا تغییریابی بود، تغییر اقلیم و دیگر چیزها هست دخیل است. اما دلیل اصلی ترش این است که همون کسی که غذا میپزد شاید توجه کامل صرف نکند برای اینکه غذا بدون به قول انگلیسی ها جرم پخته شود. نه چیز حالا دیگه معذرت میخوام با من کلمات انگلیسی استفاده میکنم چون دیگه هیچ گپ ندارد با کنس. این که همیشه عکس میبینید از این کوه دریا و دره و این جاها همیشه خوشحال نشون میده، میگه زیبایی. واقعا هم میخواد که جاست که خسته میشوید براتون پیسان است ولی از روی کار است که مجبور باید انجام بدید و بودن خاطره هایی که خیلی نادر هستن در خاطرتون از این سفرها، از این گردش ها. البته بستگی دارد به اینکه مهمون شما از چه نوع شخصیت است. گاه میشود که با یک گردشگر یا مثلا حدودی 5-6 نفر شما 20 روز ها میشود گفت 30 روز با هم سفر هستید و مثل یک ساعت سپری میشود. انگار شما دیروز شروع کردید و امروز به پایانش رسوندید. اما برعکس هم میشود، گاه با گردشگرای دوچار میاید که مثلا صبح اونها رو پیشواز میگیرید تا شام لحظه شماری میکنید که وقت به پایان برسه. همه چیز بستگی به شخصیت توریست دارد. بعضن اونها خیلی بهانه‌جو هم میشن، یعنی به هر چیز خورده میگیرن. اما از لحاظ طبیعت، از لحاظ اینکه مناظر تاجیکستان واقعا قابل تحسین است و آنچه من در فضای اجتماعی میگذارم واقعیت دارد یا نه، در واقع اونها یعنی تحسین برانگیز هستن. عشق علاقه دارید با این توریسم و سیاحی و گردشگری؟ چیزی که به سمت موسیقی رفتید و موسیقی رو آموختید، این از کجا شروع میشود عشق علاقه با موسیقی؟ من از بچگی میشه گفت در مدرسه یا مکتب موسیقی تحصیل کردم، یعنی در خون و پوست و رگم اونجا شده است.
حتی یعنی پدرم و پدر بزرگم اونها همیشه با موسیقی علاقه وافیر داشتند. مثلا پدر بزرگم در اون محافلی که در روستامون برگزار میشد با عنوان موسیقیدان در صدرنشین محفل بودند و فکر میکنم که تا اندازه ارثی هم هست. و من در مدرسه موسیقی تحصیل کردم و بعدا وقتی که مدرسه رو تمام کردم رفتم به هند. اونجا هم 2 سال موندم و موسیقی کلاسیکی هند رو آموختم. پاسخ پرسش شما همین است که یعنی از همینجا شروع میشود. برات بیشتر موسیقی کلاسیکی تاجیکی مخلص یا هندی؟ اگر واقع بنا نبگید و چرا چه خصوصیاتی دارد؟ در واقع برای این کسی که در رشته موسیقی یعنی اینقدر سالهای زیادی عمرش رو صرف میکند، تفکیک این موضوع خیلی دشوار است، چون شما از لحاظ حرفه‌ای به اونها نگاه میکنید. حتی من میخوام به این نکته اشاره کنم که حالا شما اگر به یک موسیقی گوش بدهید و یک موسیقیدان حرفه‌ای به اون موسیقی گوش بدهید، لذتی که ما از اون میبرداریم کاملا متفاوت است از اون چیزی که شما دارید، چون ما با کوچکترین صداهاش هم توجه میکنیم و خیلی لذت میبریم. بنابراین از این منظر گفتن خیلی دشوار است که من کدوم یکی رو بیشتر ترجیح میدم، چون هر یکی به جای خود است. من موسیقی رو واقعا کمتر میفهمم. میگذاریم به بخش اقتصاد و شما رفتید در بخش اقتصاد هم تحصیل کردید. این مجبوری بود یا به خواهش خودتون بود؟ میخواستید که دونه در بخش اقتصاد هم چی بود اصلی ترین عاملش؟ در واقع وقتی که من از هند برگشتم، حالا این دنیای امروز یک دنیای است که بر اساس اقتصاد و بر اساس استقلال مالی بنیاد یافته است. نه هر کسی که میخواد یک کسب بآموزد یا مثلا در رشته تحصیل بکند، حتما یک گوشه ذهنش به دنبال پول است، یعنی کجا برم که پول بیشتر میتونم در آینده در بیارم. نه بنابراین وقتی که از هند برگشتم، چون این واقعیت است که در تاجیکستان موسیقی اصیل چندان چیز نمیشه، خریدار نداره، خریدارش کمتر است. بنابراین رفتم دنبال اقتصاد، چون به هر حال اون زمان تعریف و توصیف از دانندگان اقتصاد بیشتر بود و کسایی که اقتصاد بلد بودن، یعنی اون زمان به هر حال پول بیشتر میتونستن به دست بیارن. حالا دیگه وضع تغییر کرده است. بنابراین رفتم در دانشگاه ملی در رشته اقتصاد تحصیل کردم. زبان ها انگلیسی رو کجا آموختید؟ هندوستان یا تاجیکستان؟ من انگلیسی رو از بچگی بلد هستم، چون پدرم هم فقط یک زبان خارجی میدونه؟ صادقانه بگم 4-5 تا میدونم. 4-5 این کمک میکنه. کدام زبان اگر بگید بعدن؟ نخست اینکه من باید خیلی افتخار میکنم که زبانی مادری خودم رو تا سطح خیلی بالا میدونم، یعنی یک چیزی که مهمش همین است. بله، یعنی با این نکته بیشتر میخوام تاکید بکنم. بعد انگلیسی و روسی و هندی بلد هستم، 2 سال چون در اونجا بودم. و برای کسایی برای فارسی زبانا آموختن زبان هندی اگر در اون محیط باشد خیلی راحت است، چون از زبان فارسی بیشترین واژه ها رو پذیرفتن. بنابراین خیلی راحت من در یک ظرف خیلی کوتاه، در یک مدت خیلی کوتاه توانستم مخاطب با زبان هندی تسلط پیدا کنم که حتی وقتی در کوچه و بازار و خیابانا صحبت می‌کردم، چون ظاهرا ما بعضن میگن با اونها شباهت داره، ولی اونقدر اونها یعنی هرگز نمیگفتن که مثلا من یک خارجی هستم، با استثنای بعضی موارد که به هر حال مثلا به انگلیسی صحبت میکردم. ولی هندی، انگلیسی، روسی هم میدونه؟ بله، روسی و گفته زبانی مادری. بعد دیگر یک زبانی دیگر هست، زبانی ساخته، برساخته میگن، زبان اسپرانتو. در آغاز قرن 20 سال 1901 اگر اشتباه نکنم، نخستین کتاب از جانب دکتر زمینهوف که هلندی هست انتشار یافت برای ترویج زبان اسپرانتو و ایشان خودشون هم بنیادگذار یعنی سازنده این زبان هستند. ایده اصلی پشت این حالا بگم این هدف آن بود که زبان ساخته بشود که هیچ کسی وقتی با اون زبان تکلم میکند حسی برتر بودن یا حسی تعلق داشتن به اون زبان رو نداشته باشند، یعنی مال همه باشه. بله کسی دعوا نداشته باشه که زبان یک قوم یک ملت است. آفرین. حالا ببینید وقتی شما در حضور یک به انگلیسی صحبت میکنید، به هر حال در وجود یک حسی افتخار پیدا میشه. اینم یک واقعیت است. حالا اگر یک خارجی بیاد و به زبان من شما صحبت بکند، در وجود من یک حسی افتخار پیدا میشه، نه؟ و حسی افتخار گاه آمیخته است با یک نوعی تکبر، نه؟ بنابراین خواستن یک زبانی بسازد اون نفر که
هم آموختنش خیلی سریع باشد، ساده باشد، راحت باشد و هم کسی حسی تعلق به اون نداشته باشه. یک زبانی بین المللی، البته اصطلاح زبانی بین المللی در زبان شناسی کاربرد ندارد، ولی میشه گفت زبانی میانجی. در تاجیکستان من 4-5 نفر رو میدونم که این زبان رو میدونند، ولی اونقدر تبلیغ شده، یعنی معروفیت ندارد این زبان. مثل یک زبان لاتینی اونها که زبانی مرده به من عالمی خیلی فکر میکردم، ولی گفتن این زبانی نو ساخته شده است. چرا محبوبیت ندارد این زبان در دنیا؟ در واقع تا جای محبوبیت دارد. مثلا کم شنیده میشه. آفرین درست است. در سازمان ملل متحد هم دو قطعنامه اگر اشتباه نکنم برای ترویج این زبان پذیرفتند. سالها پیش در قرن 20 بود. برای این ترویج زبان خیلی کارها انجام می شود هنوزم و انجام شد. در گذشته چندین مجله های است که به این زبان منتشر می شود. حتی کسایی هستند که اونقدر به این زبان علاقه و عشق دارند که فرزنداشون از زمانی که به دنیا می آیند با این زبان تکلم میکنند و میشه گفت که برای یک گروه از مردم این زبان یک نوع زبان مادری هم هست. تشکر. با برنامه چه کتاب ها رو آوردید و چرا این کتاب ها رو آوردید؟ من با برنامه شما چون دیگه این رسمی این برنامه است که 2 کتاب معرفی بکنید، خواستم یکم هنجار شکنی کنم، سنت شکنی کنم. بنابراین با معذرت و با اجازه شما میخوام اظهار کنم که 3 کتاب آوردم. یکیش رمانی سیمفونی مردگان نوشته عباس معروفی است، یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 20 ایران زمین، یعنی ایران امروزی، که ایشان هم خدا بیامرزدشان چند پیش درگذشتن، 1 ماه بیشتر یا کمتر. رمان بسیار بسیار خوب است، حال و هوای بسیار افسرده کننده دارد، اما من خیلی پسندیدمش به خاطر اینکه درباره یک خانواده صحبت میکند که اعضای اون خانواده تا حد هر یک دچار افسردگی هستند. حداقل این برداشت من است از این کتاب، نه؟ و بنابراین چون این کتاب رو من سالها پیش خونده بودم، 4-5 سال یک هوای افسردگی داره ولی برای شما پسند شده است کتاب. معمولا اون کتابایی که یک حالتهای افسردگی دارن، غم انگیزند، برای شد بیشتری پسند نمیآیند. مردم همیشه دنبال کتابایی میگردن که حالشون خوب شود، حالشون تغییر کند، یک فکر انتقادی در سرشون بیدار شد. ولی شما بگید که یک حال افسردگی داشت ولی با وجود این برای من پسند اومد این کتاب. چرا؟ در واقع من کاملا با این حرف شما میتونم بگم که مخالف هستم، چون من با این نویسندگی و دنیای رمان این چیزا سالاست که حالا برای بخش رمانیستا با علاوه صحبت بکنیم. بله حالا برمیگردیم به پاسخ شما است. و تا اونجا که من تجربه کردم در واقع مردم ناخودآگاه، حداقل میشه که ناخودآگاه رمان‌هایی رو دوست دارن که با حال و هوای آنها سازگار باشد و در دنیای امروز اکثر مردم دچار یک نوع افسردگی، حالا گاه افسردگی تحمیلی است، گاه افسردگی طبیعی است و اون گونه‌های مختلفی خودش داره از لحاظ روانشناسی، نه؟ دچار این گونه میشه گفت ناملایماتی روانی هستند. بنابراین وقتی که اونها زندگی خودشون در رمان میبینن، طبیعی است که اون کتاب رمان‌های افسرده کننده بیشتر دوست می‌دارن، چون احساس میشود که یعنی من در این دنیا تنها کسی نیستم که با افسردگی یا مثلا با حال هوای غم انگیز دست پنجه نرم میکنم. عباس معروفی سیمفونی مردگان. بله. سیمفونی هم سیمفونی که ما میگیم اونا در نظر دارن. سیمفونی مردگان نوشته عباس معروفی. خوب اکنون این کتاب با فکرم در تاجیکستان پیدا کردنش مشکل است، ولی کسی از طریق اینترنت که خط فارسی بلد باشد یعنی بدوند میتواند جستجو کنند، سرچ کنند و کتاب رو بخونند. خب کتاب دیگرش، کتاب دومی که میخوام حالا اینجا معرفی کنم نوشته امین معلوف، نویسنده لبنانی است، به نام سمرقند. این یکی از کتاب‌های معروف ترین در دنیای حالا میشه گفت ادبیات است. یکی از کتاب‌هایی است که در زندگی من تحول فکری و یک انقلاب فکری در من ایجاد کرد. کتاب درباره زندگی نامه عمر خیام صحبت میکند، از لحظه زاده شدنش یعنی تا به مرگش. یک رمان تاریخی هست، یکی از ژانرهایی که من در اون یعنی در اون ژانر بیشتر دوست دارم مطالعه داشته باشم، ژانر تاریخی است. بله. یعنی حالا مطمئن نیستم از لحاظ متخصصی چندان متخصصی ادبیات نیستم که بتونم بگم که تا چه اندازه با واقعیت سازگار است، اما یعنی به هر حال خیلی برام پسند اومد. خیلی کتاب خوب است. این کتاب یک قصه دارد از کشتی تیتانیک. بله.
که اونجا رمانی نسخه اصلی کتاب خیام رو میابند، شاید در همونجا بود از غرق شد نیافتند از اونجا. توجه شاید میتوند که واقعی هم باشه بعضی ویاش، بعضی حادثه و بعضی ویاش. این بازابان روسی هم این کتاب هست. یعنی سمرقند همون جالبترین بخش این کتاب برای من همون جایی بود که وقتی نسخه اصلی خیام میگه در کشتی تنگ میرفت که دستنویس خودی همین خیام بود است، غرق شده است و تا امروز یکی از گنجینه ها نمیدونم 8 گنجینه بزرگ است یا 10 گنجینه بزرگ کشتی تنگ است، همین نسخه دستخطی خیام بود که یافت نشده است. و برای ما فارسی زبانان همین بخش به فکرم خیلی جالب است نوشته این نویسنده لبنانی. بله البته من میخوام با اجازه شما به یک نکته دیگر اشاره کنم وقتی که گفتم که در من تحول فکری ایجاد کرد، چون من در این کتاب معنی همون جمله معروفی که میگن human imagination has no limits، یعنی تصور انسان هیچ حد و مرزی رو نمیشناسد، یعنی در همین کتاب به درک اون جمله پی بردم. مثلا حالا اگر شما اجازه بفرمایید، من وقتی که کتاب رو 3 سال پیش خوانده بودم یک یادداشت کوتاهی در صفحه فیسبوک هم نوشته بودم و حالا داشتم نگاه میکردم چون گفتید اینجا باید حضور داشته باشم. یک جمله چیزی خیلی خوب درباره خیام، درباره نبوغ خیام صحبت میکند. مثلا میگه که اینجا انگلیسیش من سعی میکنم ترجمه بکنم. میگه وقتی که عمر خیام به یک محفل حضور یعنی اومد که در اونجا بحث در اطراف دین است، یعنی همه آدم‌های دیندار و متدین اونجا نشسته بودند و درباره اینکه آیا کائنات ممکن بود که به یک شکلی بهتر خلق شود، آفریده شد، اطراف این موضوع صحبت می‌کردند. و یعنی اینجا نبوغ نویسنده هم بسیار جالب است که میگوید که کسانی که به این پرسش پاسخ آره میدادند خداوند را به بی‌توجهی متهم می‌کردند. چی جالب. بله. و کسانی که با این پرسش پاسخ نمیدادند، یعنی میگفتند نه امکان نداشت کائنات بهتر از این آفریده شود، باز هم خداوند را به ناتوانی متهم می‌کردند. بسیار جالب است. یعنی حالا با بحث و چیزش بر نمیگردیم، اما همین نکتهش برای من بسیار جالب افتاد که تا کجا نویسنده میتواند بیاندیشد، نه یعنی حد و مرزی تفکری نویسنده، اندیشه نویسنده بسیار شگرف و شگفت انگیز است. نه فکر نمی‌کنید که وظیفه اصلی نویسنده با وجود آوردن افکار است، یعنی که یک افکاری حالا نمیدونم انتقادی است، شبهه برانگیز است، یک چیزی است که همین فکر اگر تحول پیدا نشد، مثلا من کتاب خوانم که هیچ فکر در سر من با وجود نیامد و همین 100 نفر دیگه هم، پس معلوم است که نویسنده به هدف نرسیده است. ولی این نویسنده که در فکر من و شما یک فکرهای نمیدونم انقلابی و دیگر اندیشی و نمیدونم هر چیزی که با وجود آورد پس به هدفش رسیده است. بله در واقع من کاملا با شما موافق هستم. بله که هر کس هر برداشت، یک از ضد است، یک از طرفدار است، ولی اون که شما را تکان نداد از جو که نخستید. بله مثلا بعضی نویسنده این خیال هستن که اگر بعد 100 سال هم 500 سال وقتی کتابشون رو باز میکنن آدم از جوش تکان میخوره. آفرین. اگر از کنار کتابشون تو رد شوی فکر تغییر میکنه تو از دیدن همون کتاب. ولی اصلا است که جیل کتاب نوشتن درباره‌شون جیل کتاب نوشتن، اگر شما از صبح تا شما اونو بخونید هیچ تغییراتی در شما رخ نمیده. 100%. در شما هم با رمان نویسی هم مشغول هستید این اواخر. باز با این کتاب برمیگردیم. همین جنبه ها رو هم با اینو بعد میگیرید. خب بازارت من تغییر دادن فکر در نوشته هایتان مثلا چی رو بیان بعد فقط حال هوای شخصی خودتون رو میخواید اونجا بیان کنید یا جامعه رو، فضای جامعه رو، انسان ها رو، مردم رو، اطراف اینا رو بیان بعد میگیرید برای نوشتن و با وجود آوردن یک فکر؟ البته وقتی که یک نویسنده میخواد چیزی بیافریند همه این نوشته های اوناش این نظر و برداشت شخصی من است، در وهله اول متکی است بر تجربیات شخصیش و در وهله دوم بعد میاد اینکه جامعه رو چطور به تحرک در بیارد، بعد دیگر بخشا شروع میشد. اما من شخصا وقتی که می نویسم حتما قبل از همه برداشت‌های شخصی هم دخیل است در نوشته هایم، یعنی احساسات و تجربیاتی که خودم انجام دادم اونو در ذهنم تصویر میکنم و اگر بخوام که یک فضا رو در نوشته هایم تصویر سازی بکنم همون فضا رو در ذهنم ایجاد میکنم. یعنی فکر میکنم که اگر من مثلا اومدم با شما صحبت کردم، چون شما رو امروز نخستین دیدم، یعنی با یک ناشناس چگونه من صحبت رو میتونم شروع بکنم،
برخورد اون چگونه خواهد بود. یعنی این چیزا رو من در ذهنم تصویرسازی میکنم، نخست تصویرسازی میکنم، بعد اون رو روی کاغذ میارم. این که از گردشگری رفتید به سمت موسیقی، از سمت موسیقی رفتید به سمت اقتصاد، از سمت اقتصاد آمدید به سمت رمان‌نویسی، این هم در خیالتون میسازید؟ یعنی انتخاب این کسب رو نه اینها هم شاعرانه نگاه میکنه، نویسنده مثل یک نویسنده نگاه میکنه، مثلا با اقتصاد میشه مثل یک شاعر، یک احساس، یک نمیدونم نگاه کرده که اونجا باید واقعیت و فکت و دلیل رقم باید باشه. نه اون اقتصاد کاملا از هنر جدا است. هنر چی است؟ هنر یعنی تعریف من هست از هنر اینکه کوتاه‌ترین راه برای لمس احساس مخاطب یا دیگر. حالا نمیدونم نظرم میخوام، حالا نمیدونم این تعریف جای نوشته شده است یا چیز شبیه همین، اما تعریف من از هنر همین است. چرا هنر همیشه در جایگاهی نسبتاً برتر قرار گرفته است؟ به دلیل اینکه هنر همیشه انسان‌ها رو به تحرک در میاره، نه انسان‌ها رو مثلا به خنده در میاره یا انسان‌ها رو به گریه در میاره. دلیلش این هستش که از طریق هنر شما میتونید سریع احساس اونها رو لمس کنید. اما اقتصاد که میشود گفت در حوزه علوم پایه است، بیشتر متکی است بر ارقام و بر استدلال و بر این چیزها. اون اصلا کار نداره شما چه احساس دارید. او احساسای شما را هوا بارون از سرد از گرم است همون بر میگرد که یک نفر میخواستیم به برنامه دعوت کنیم، گفتیم بیاد صحبت میکنیم، گفت من صحبتم بستگی به هوا دارد. اگر هوا مثلا بارونی باشد من خوب صحبت میکنم، هوا آفتابی باشد اصلا صحبت کردن نمیتونم. خب این گونه انسان هم هستند، ولی اقتصاد پول گاه به این چیزا کار ندارد، باید همون قانونهاش رعایت شود و اجرا شود. خب کتاب دیگر، بله حالا کتاب سومی که میخوام اینجا معرفی بکنم با اجازه شما، چون هنجار شکنی کردیم با هرام، کتاب از آگاتا کریستی، نویسنده بریتانیایی است که در ژانر جنایی می نویسد و اکثر کتاب‌هاش در این ژانر نوشته شده است. این کتاب از ایشان این نخستین کتابی است که من مطالعه کردم، اینم حدود 5 سال پیش بود. یعنی Murder on the Orient Express، یعنی قتل در قطار سریع شرق. بله یکی از رمان‌هایی که برای من خیلی تاثیر گذاشت همین رمان است، همین کتاب است و دلیلش این است که همون ریزه‌کاری‌های نویسنده است، یعنی چطور جزئیات رو کناری هم گذاشته است و یک چیزی خلق کرده است که یعنی حیرت انگیز است. یعنی شما وقتی کتاب رو میخونید بعد به این خلاصه میرسید چطور ممکن بود که نویسنده اینقدر تفکر ژرف داشت، چطور اون توانست تا این مرز، تا این حد فکر بکند. بنابراین اینم در من خیلی تاثیر زیاد گذاشت. شما فکر میکنید همین خیال پیش یک جمله گفتید مرز دارد یا که ندارد؟ عموما مرز نمیشناسد. نه خیال مرز نمیشناسد. خیال به نظر من از هر منظر. شما فکر میکنید همین خیلی باشد خوب است یا نه؟ از برخی مناظر اگه به اون نگریسته شد البته بد است. یک آیندهش نمیتوند به جنون برد ما رو، مثلا یک خیال بی‌کنار و بی‌آخری که هر قدر که خیال بی‌آخر و بی‌کنارتر شد اون قدر جذابیت و رنگ و رنگش بیشتر میشه. نه همونطور که اشاره کردم بستگی دارد که در چی موضوع چی حالت. بله. مثلا اگر حالا شما در موضوعات حالا دینی اگر فرض بکنید که بچالش، من دین رو خیلی در اکثر موارد بچالش میکشم، اما حالا اینجا دارم درباره خیال صحبت میکنم. اگر شما در مورد دین و در مورد اعتقاد انسان ها اگر شما خیال پردازی بکنید، به نظرم این که رفته رفته به بی‌بندوباری جامعه ها منجر میشد. چرا چون فکر میکنم؟ دلیلش این هستش که فکر میکنم که همیشه انسان ها به یک نوع پناهگاه احساسی نیاز دارند و در جوامع امروز یکی از پناهگاه احساسی انسان ها همین دین است. یعنی دین است که اونها رو تا حد آرام میکند، باز میدارد در چارچوبه های مشخص قرار میدهد. بله. برای هم گفتم که گاه مرزهای هستند که اگر اون شکسته بشود، درازتر بشود، ما از مرز انسانی حتی میتونیم خارج بشیم. ببینید ما بعضی جامعه پیشرفته در برابر اون که تکنولوژی پیشرفته دارن، زندگی خوب دارن، ولی این مرز شکنی های خیالی گاه میبینیم که یک فرقیت کم از یک حیوان دارن. حالا این فکری ما است، اینا بر نظر انتقاد با ما میگن اون کار شخصیش است. درست اون کار شخصی ولی شبیه یک چیزی حیوانی است. یعنی احساس نیست، عاطفه نیست، رحم نیست، شفقت نیست و گم میشه داشته. خب میشه که همین خیال ها هم یک چارچوبه ها داشته باشه، یک مرز داشته باشه. من درباره آگاتا کریستی میخوام یک معلومات به بیننده برنامه کتابخوان بدهم. آگاتا کریستی کتاب‌های مختلف دارد و به زبان روسی در همه کتاب فروش‌های تاجیکستان کتاب‌های آگاتا کریستی که در ژانر جنایی دتکتیو ما میگیم به زبان روسی می نویسد، یعنی نویسنده خوب است و معروف هم هست این نویسنده. اگر
اونایی که به دتکتیو مایل دارن، شوق دارن، رغبت دارن، میتونن از هر کتاب فروشی شما در تاجیکستان سراغ کنید. کتابای اگاتا کریستی پیدا میشود. یک سوال اینجا پیدا شد، شما دو کتاب معرفی کردید که به زبان انگلیسی که به خط فارسی. انگلیسی اینش هم انگلیسی اینش فارسی. به روسی نمیخونه؟ نه من به روسی تاجیکی. نه من به روسی هم میخونم و اگر منظورتون پارسی تاجیکستان باشه نه من منظورم روسی، زبان روسی. اگر منظورتون روسی باشه ولی با روسی هم مطالعه میکنم. البته امروز اتفاقی من کتاب رو انتخاب کردم ولی من در خانه کتاب فراوانی دارم به زبان روسی. میگن شما بیشتر به فارسی ارج میگذارید، چرا؟ دلیلش این هستش که این خط نیاکان ما است و همیشه در تاریخ ما همیشه با این خط سر و کار داشتیم و حالا 100 سال هم نشده است که ما از این خط بریده شدیم. نه و من یک مصاحبه داشتم با آقای لطیفی پدرام، حالا 3-4 سال پیش بود. یک جمله خیلی خوبم گفتن که ما با خط فارسی رابطه ژنتیک داریم، یعنی رابطه ارثی داریم. یعنی حالا اگر شما خط سیریلیک بیاموزید و خط فارسی بیاموزید، اون احساسی نزدیکی که شما با خط فارسی دارید اون احساسی نزدیکی رو نمیتونه با خط مثلا سیریلیک داشته باشید. بنابراین من با خط فارسی خیلی خیلی راحت‌تر هستم و مثل این هستش که با دریای از دانش از طریق همین چیز از همین راه با دریای از دانش میرسم. مثل این نیست، معذرت میخوام، در واقع با دریای از دانش من از طریق همین خط دست یافتم و خط فارسی. بله. اگر 100 سال پیش به دنیا می اومدیم من و شما فکر میکردیم همون برنامه محو بیسعودی هم برای من و شما عملی میشد، در صورتی که ما خط داشتیم، الفبا داشتیم، ولی برای ما باز تحمیل کردن که ما بیسواد هستیم و از سر نو سوادناک شویم. میگوید شما ما این برنامه رو میگذاشتیم، یعنی مثل امروزه گردن شخی میکردیم و باز به خط فارسی میرفتیم، امکان نداشت فکر میکردیم. نه میتونه در تاریخ همیشه اتفاقاتی میافتاد که گاه اونا اسمش رو میگذارن جبر تاریخ و یکی از جبرهای تاریخ که بر ما تحمیل شد همین کارزار محو بیسوادی به اصطلاح همین کارزار است. اصلا ما هرگز بیسواد نبودیم در طول تاریخ. ما همیشه یکی از اقوامی بودیم که همیشه در جستجوی علم بودیم و در جستجوی معرفت بودیم و خیلی فرهنگ پرور بودیم. نه و این کسایی که اومدند خط رو از ما ربودن، بعد طبیعی است که حالا تصور کنید که فردا رئیس جمهوری چین برمیخیزد میگه از این روز به بعد ما به جای اینکه خط مثلا ماندارین میگن اگه اشتباه نکنم، به جای اون باید مثلا خط انگلیسی استفاده کنیم به زبان خود. یعنی خیلی مزخرف است، اصلا امکان ندارد که شما در قالب یک زبان دیگر رو به طور اجباری وارد بکنید. بنابراین همیشه بحث خط تا امروز در جامعه ما ادامه دارد و همیشه میبینید که بین عالم‌ها هر سال یک بحث‌های جدید، فکرهای جدید. و معذرت میخوام ادامتی هم پاسخ شما. و این اتفاق افتاد، اونا خط رو از ما رو بودن، طبیعی است که ما بی‌سواد شدیم چون دیگر نمیتونستیم با چیزایی که در مخزن داشتیم با اونو دسترسی داشته باشیم. نه و یک نسلی ما بی‌سواد شد. بعد اونها 10 سال پس اومدن گفتن، بعد 10 سال از خواب بیدار شدن، بلند شدن گفتن که حالا ما میخوایم یک کارزار جدید راه اندازی کنیم چون شما بی‌سواد هستید، کارزار محو بی‌سوادی، که کاملا با اون من مخالف هستم. قبول ندارم که ما در یک برهه از تاریخ ما بی‌سواد بودیم و ما سواد بله. ببینید در وقت صحبت در بیرون صحبت میکردم اون شما میومدیم گفته در مکتب یک فن دورنما تفکری انتقادی درس میدید. من یک چیز از شما میخوام بپرسم که چرا مثلا همه ما در تاجیکستان منظورم هست اینجا تا صنف 10-11 میخونیم و دانشگاه میرویم ولی تعداد خیلی کمی ما تفکر انتقادی داریم، انگشت شمار است انجام ما. فکر میکنید چرا؟ دلیلش محدودیت مطالعه است، یعنی آشنایی کمتر با افکار مختلف. یعنی شما هرچی بیشتر کتاب میخونید طبیعی است که با افکار مختلف، با اندیشه‌های مختلف آشنا میشید و با گذشت زمان در ذهن شما تفکر انتقادی خود به خود میسبزد. ببینید وقتی یک نفر این صحبت ما رو تماشا میکند شاید این سوال با ما بیاد یا سوال در ذهنش خلق شود که خب برای موفق شدن یک انسان چند عامل نقش دارد، خانواده، مبلغ، نمیدونم محیط سیاسی، اقتصادی، فضای کشور، همش. اگر یک کس برای شما این سوالو بیاد و بگوید که آیا در همین محیط ما داشتن 4-5 کس و فعالیت کردن در سمت‌های گوناگون موفق شدن امکان دارد؟ یعنی اگر بدون ریا بگیم، یعنی بدون به پرده این صحبت را بکنیم، چی از به فکر شما تا کجا موفق؟ همونطور که گفتم هر چیزی
که هر انسانی بیان میکند بستگی به تجربیات شخصیش دارد. بنابراین من بر این نظر هستم که به قول معروف به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. یعنی اگر شما کمر همت ببندید حتما که موفق میشه در هر کاری که باشد. فقط کافی است که با عشق و علاقه وافر و به انتها به اون کار دست بزنید. یا اون طور که مولانا میگه تو مگو همه به جنگ اندوزی صلح من چی آید تو یک نه هزاری تو چراغ خود برافروز. تشکر. بیاید صحبتتون رو برای برنامه خلاصه کنید و جنبش کنید برنامه کتابخوان رو. من به همه ایشون به همه کسایی که برنامه شما رو تماشا میکنن آرزوی پیروزی و موفقیت میکنم و آرزومند هستم که هرگز از تلاش دست بردار نباشند و هرگز خسته نشوند. تشکر زیاد. یادآور میشیم که نشر برنامه 50مین برنامه کتابخوان بود و در صحبت بودن محمد و محمد هم دیگه یک مهمان افتخاری ما شدن. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و مددگارتان.